آبی کنه را ببینی، دریای کنه را ببینی، زمین به مردم نماند از دست طغیانش. آمو را ببینی، کوکچه را ببینی. دمی قربان دیما شما یک درسته به نام نمکاو یاد میشه. شما باور به الله بکنی بندی برق جور شدن آسانترین چیز کوی نمیتور تا شده پشتی سر همیتور بیلگی داره. خیلی کم مسافه است که در بین کو بند برتی در کابل آبش میرسه از همین شمالی. این دشتای دامنی کو را مکمل زیر آب میکنه. این دمی کابل انشالله آب میرسه. دریای پنجشیر را ببینی کدام طرف میره، چی میکنه؟ چرا سری از جا سرمایه نمیشه؟ چرا سرمایه نمیشه؟ سرکای تو را ببینی چقدر پول مصرف میشه. یک ماه نمیری باسه میکنی. کابل مرکزی کابل است، همیالی سرک دیش موجود است. نمی کابل سرک وجود داره؟ راستانه بگی چی سرمایه این قدر سرمایه آمده کدام طرف شده؟ کجا شد؟ در جیب احمد و محمود هر طرف رفت. چیزی خودشان دزدی کرد، چیزی در چارگرگای افغانستان دادشانه. ملت مظلوم قرضدار. یک وقتی قدر قرضدار باشه که حکومت هر قدر پیدا کنه قرضای حکومت ها را ادا کردن نتانی، باز بری گدایی بکنی. مفتونه است که اینجا آمده. کما اخرج ابویکم مثل که کشید پدر و مادر شما را من الجنت از جنت، ینزع عنهما اینا که کشید از اردویشان لباسهما لباس ازواره. چرا که بیابروگی و بیعزتی دینمی گپ است. یک دفعه که لباسی تا کشید بیابرو میشی. بیابرو این خبیثا در زندان هم که میبره لباس ها را میکشه در زندان به می خاطر عزت آبرو رستون میگیره. لیوریهما که نشان بده بر دویشان سوآتهما امو اعضایی که دیدن از دور شرم میپنداشتن عیب میپنداشتن. نه شیطان اول کارا میره میکنه. در دنیای غرب خونه میبینی تسمگک فقط در بینی بگوی اردو پای وجود داره خیر و خلاص. ببینی در زمان جاهلیت اینطوری نعوذ بالله بعزتی نبوده انسانیت مثل که امروز در دنیای غرب است اروپاست. انه یراکم یقینا شیطان شما را میبینه و خودش و قبیله لشکرش من حیث از او جایی که لا ترونهم شما دیدن نمیتونه. اینا خیر وقتی که دشمن همیتور دشمن است که تو دیدن نمیتونی انسان چی بکنه؟ تدابیر امنیتی قوی بگیره. تدابیر امنیتی قوی چی کی گرفته میشه؟ بله در جاهایی که میفهمی که در اونجا شیطان خیلی زیاد حضور داره، زمانی که جنگ و عداوت در بین دو نفر پیدا شود، اختلاف پیدا شود، دو دشنام شروع شود، در اینجا شیطان سخت موجود است. بفهمی که اینجا شیطان موجود است. پیغمبر نگفت که استاد باشی بشی اگر نشسته بودی خو کن، از غضب پایین بشی، دستی وضو بکن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو. بله در مجالس موسیقی چرا الغنا چیست؟ غنا چی است؟ جال شیطان است، رقیه شیطان است. رقیه دم کردن، مثل که ما را دم کنی سری خود قرار بمانه. این موسیقی شهوتا را برمیانگیزنه که بست میشن، حال دیگه بی خود میشن، هزار فکر زنا و شرابخوری در ذهنشان پیدا میشه. باز ملا میشینه میگه کدام موسیقی که شهوت را تحریک میکنه حرام است که نمیکنه؟ نه دوڑی خورا را عجیب فتوا میده. شما هم میگه که شیطان اینقدر در رگ آدم هم میگرده و نه دیدم نمیتونیم او چیسته چی طور کنیم؟ خدا چطور نگاه کنیم؟ اینجا که میگه که دیده نمیتونیم، آیا شیطان به شکل دیده میتونیم یا نه؟ بله به شکل اصلیش دیده نمیتونیم، اما به شکلهای دیگه میاد. ابی هریره رضی الله عنه برش نمی آمد شوکی دزدی میکرد باز محکم میش میکرد. پیغمبر علیه الصلوة والسلام که صحابه میگفت که دست این طور کرد، پس آن سوال میکنه که یا رسول الله تو دست؟ گفت شیطان محکم کردم. میخواستم که به بچهای مدینه نشان بدم، باز چی کردم؟ ما گفتم نه نباشه، نه ابلیس به شکل اصلیش دیده نمیتونی، اما متنوع اشکال، چرا که جنی است، جنی به اشکال مختلف خدا تبدیل کرده میتونه. انا جعلنا شیاطین، بله خفه نشوی، شیطان سری هر کس مسلط نیست، تسلط و قدرت نداره بجز از او کسایی که دروازه خانه خدا برش اعلا باز مانده بدون کدام تک تک داخل میشه اون همون مردم با سرش تسلط داره. انا جعلنا شیاطین، ما گردانیدیم شیطانا را اولیاء
مددگارا و دوستا للذین تابعدار برای کسانی که لا یؤمنون ایمان نداره. معلوم شد که جنیات سرکش با هر کس سر و کار نداره. کسی که ایمانش قوی است دروازش بسته است، با شیطان به هیچ وجه راه نمیده. هر قدر که او تحریک میکنه، شبهه میندازه، وسوسه میکنه، این به تقوای خود، به دلیل مقنع خود، روشنی ایمانی که در قلب داره، هیچ گاده تحت وسوسه شیطان رفت نمیره، قطعا نمیره. معلوم شد که شیطان سر هر کس کار نمیتونه، بجز از او کسی که پیش از پیش آمادگی گرفته که شیطان باید داخل شوه، هوا و هوس خودش در تلاش کرده، باز شیطان دسیسه را برش انوار کرده میره. و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا، اینه اونو مردم است، اونو مردم است که تقلید کرکرانه بابا و اجداد خود سند و دلیل برای اعمال زشت خود قرار دادن. کارهای غلط میکنه، بازور هم چی میکنه؟ سندم روش بابا و اجداد خود میگیره. اینی دلیل مشرکین است. بزرگا را تابعداری کردن، بزرگا گفته، بزرگا گفته، بزرگا گفته. خب موافق قرآن حدیث گفته یا نه؟ چه رقم گفته؟ این استدلالش چیست؟ مشرکین، تقلید کرکرانه از بابا و اجداد. امروز نوروز باستانی یک انحنه بسیار قدیمی ملت است. ملا صاحبم طرفداری از این میکنه، لعنتی الله سرت نمیشه. این خود دسیسه شیطان است که برات باستانی معرفی میکنه. هر آن چیزی که به اسلام ضرر داره ولو که 5000 سال قدامت داشته باشه قابل ازاله است. قابل چی است بگوی؟ دور کردن. ما چی کنیم انحنه را؟ باستانه ما را ده باستان چی؟ ما مطابق قانون اسلام حرکت میکنیم. و اذا فعلوا فاحشة، وقتی که یک کار انجام میده، فاحشه هر کاری که دلالت بالای بی‌حیایی داره یا او کاری که عقل و نقل او را بد میدانه. وقتی یا طواف لج میکردن یا لباس نمی پوشیدن، برشان میگفتن، میگفتن وجدنا علی آباءنا، ما یافتیم پدرای خود سرش یافتیم، همی عنعنه ماست. یک دلیلشان خویست. حالی هم در معاشره ما میگه پاست. وقتی برشان میگی کار بدعت است، غلط است، نه برادرم، اینی عنعنه ماست، از پدر تا پدر بر ما مانده، از پدر تا پدر مانده، خود تباه و بربادت کرد، تباه و برباد شده ای. زندگی برات حاصل نشده از دست یمی عنعنه. در مناطق یک منطقه ما بودم، وقتی که مرده میشد گاو کشتن ضروری بود. 40 لک افغانی 30 لک افغانی تنها یک گاو بکش. چی میکنی؟ مردم خیرات میکنیم، مردم خیرات میدیم. و مردم خیرات تیره نمیگن. قسم میدادم که چه قدر؟ گفت برای 10 سال ما قرضدار شدیم، 10 سال قرض پوره کرده نمیتونیم. غریب مردم یا به خوشی تباه میشدن یا به غم، یا به عروسی کردن تباه برباد میشد، یا به مرده سرشان شدن. ما پدرای خدا یافتیم. خب اینجا در افغانستان خمی تو رام نیست، رای پدرها را خونه گرفته. چرا؟ پدرش خو خیلی غیرت داشت، زنی خدا بی چادر بی چادری، ها؟ نه اینطوری قطعا نمیکرد. امروز همون پدرام چی شده؟ و خوب بود یک دلیله که بگه خرافی داشتن، دلیله که دروغ میگفت پدرای ما اینطور کرده. امروز پدرام نکرده، امروز اینطور گپ است که پدرام نکرده. والله امرنا بها، دوم دلیلشان الله ما را امر کرده به این گپ، نعوذ بالله. قل بگوی پیامبر علیه السلام ان الله، یقینا الله متعال گپیتان دروغ است. اول دلیلشان جواب نگفت. چرا؟ او به خاطر قابل جواب نیست. او اینطور یک گپی خرافی و باطل است که هیچ قابلیت تذیر نداره که انسان جواب بده. چرا؟ تقلید کرکرانه است. پدر دوست به تو دزدی میکنه، تو شده نمیتونه. از همون خاطر چی جواب دومشان دلیلش گفت. شما میگه که الله ما را امر کرده، الله به کارهای بی حیایی و غلط امر میکنه. چی؟ قل بگوی پیامبر علیه السلام ان الله لا یأمر، یقینا الله متعال امر نمیکنه بالفحشاء، به کارهای بی حیایی. اتقولون، آیا شما میگه علی الله بالای الله ما اترگ پیر الله تعلمون که سند و دلیل نداره.
دلیل از قرآن و حدیث نداریم شما بیان کرده رایسته، این گپا غلط و نادرست است، قطعا قابل قبول نیست. قرآن بر ما درس میده شیطان اینی کارا را میکنه، باز بعد از اون مردمای خرافی باطل پرست داد ازی میزنه که پدرای ماست. حالی چی میگن؟ حالی میگه که شان دموکراسی است. چی میگن؟ شان دموکراسی است. یا چی میگه؟ دنیا تا کجا رسیده؟ یا هنوز کوینه فکر است. اگر دخترت خویل لوچ نکرد چی میگه؟ بگوی این کوینه فکر است. دنیا تا کجا رسیده؟ دنیا کی ترقی کرده به خاطر قلوچی؟ قلوچی خود ترقی نکرده. علامه اقبال چی میگه؟ قوت افرنگ نه از چنگور باب. قوت افرنگ انگلیس ها را میگه قوت انگلیس ها از چی نیستن؟ نه از چنگور باب، نیز رقص دختران بی حجاب، نیز سحر ساحران لالاروست. بگوی چیست؟ آفر نیز عریان ساق و نی از قطع موست. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع برید جامعه نیست که تر این رقم جور کردی یا اون رقم جور کردی پتلون پوشیدی یا چی. مانع علم و هنر امامه نیست. امامه را سر کو، علم حاصل کو، برو. علامه اقبال چقدر درک کرده بود حقیقت دنیای غربه که پشتی تخنیک گشتن، علوم اصلی را فرا گرفتن، میدان ترقی را باز کردن. میدان ترقی دیگه نمیشه که رقص بکنیم و نعوذ بالله چی کالای خدا به یک نوع جور بکنیم و دیگهش بگوی چنگور باب قطما باشه. این سبب تباهی دنیای غرب شده، نه تنها سبب پیشرفت غرب شده. ما و شما اینطور نکنیم. از ما که میره اونجا پس چی را میاره؟ موده. چی را میاره؟ یکیش مودی فرانسه را آورده، دیگهش از هندوستان، دیگهش از سویدن، دیگهش از نروژ. عجیب موتور آورده. الله رحم بکنه. قل بگوی پیامبر علیه السلام مرا ربی بالقسط، مرا امر کرده الله مالک و متصرفم بالقسط، به انصاف کردن. اینجا قسط چیست؟ ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید مراد از قسط اینجا توحید است، یعنی رعایت یک تاپرستی الله متعال کردن. انسان باید یک نظام الله را بپذیره، بنده شیطان، بنده این و آن، بنده خرافات، بنده عنعنات و رواجان نباشه، بلکه به الله تسلیم باشه. الله که کدام دستور برش داده از منهج زندگیش امور مراعات بکنه. الله خود ما را امر کرده که ما مراعات لباس بکنیم. لباس هم برای ما عورت پنهان میکنه و هم سبب زیبایی و زینت ماست. ما امر الله را پیش میکنیم. ما رواجای خرافاتی را قطعا چیستا عملی نمیکنیم. و میگفتن بعد طواف لط شوه، ما میگیم نه لط نشوه. خب و میگه آلی چطور است؟ نعوذ بالله چقدر سخت است. زنیت خدا آرایش کنه، عروس است، روز اول خیال و گل کرده، باز لباسی شفافه که بدنش معلوم میشه، گردنش همه جایش معلوم میشه. قطی خودی در موتر بشان، کامرم در پشتی سرید، اگر تا میشی بالا میشی خنده میکنی، کل مردم ایره ببینه. از این که در بیغیرتی بزرگ دیگه است، بیغیرتی بزرگ دیگه نیست. اگر برش بگوی چرا این کارا میکنی چی میگه؟ قالوا وجدنا علیه آباءنا، ما پدرای خدا میتوری یافتیم، عنعنه ماست، رواجای ماست. قل امر ربی بالقسط، مرا خود پروردگار امر به توحید الله کرده، تسلیم شدن به نظام الله. از او خاطر کل گپای ما گتوی ماست، اگر غم ماست، اگر خوشحالی ماست، مکمل مطابق دستور الله. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، و دیگه الله امر کرده که برابر کنی وجوهکم، روی هایتان خاص برای الله، عند کل مسجد، در هر وقت سجده. اینجا مسجد یا معنای سجده را داره. در هر سجده روی طرف الله بکنیم، یعنی سجده را فقط و فقط برای یک الله بکنیم، به کسی دیگری نکنیم. از مخاطر پیر صاحبا که مردم دعوت به سجده خود میده، خلاف آیت قرآن کریم میکنه. الله خو امر کرده مردم که برابر کنی روی هایتان عند کل مسجد، در وقت هر سجده به سوی الله، نه به غیر الله. چرا که سجده عبادت است، عبادت غیر الله حرام شرک است. لیکن پیر صاحب مردم دعوت داده مریدای خدا، باز وقتی که پایایش بوسم بکنه پشتی خدا دور نده، پسکوی حرکت کنه، لیورس چاگرز، عسکری، نظام عسکری اینجا اجرا میشه. ترسه و لارسه خب میفهمی. در دروازه که داخل میشه برش میگه پروت،
بعد از باز چی میگه؟ الا دستگیری چی میگه که باز چی میگه؟ باز پروت کی میده که الا خودت در چی برسانی؟ چی اصطلاح را استعمال میکنه کسی عسکری کرده؟ نقطه چی؟ الا نقطه دشمن خدا برسانی در نقطه در سنگر. باز امید طور بچی بگه باز افتو پروت میروه. پیر صاحبا عجیب نظام عسکری داره. زمین دروازه کی داخل میشه میگه پروت، بعد از برات میگه الا نقطه حاکم. نقطه حاکم پای پیر صاحب است. های طور باز سینه لخشک کرده میره، اونجا سجده را اجرا میکنه، رسم تعظیم کی برش میگه نه. باز بعد از برش میگه چی؟ شاگرد هم نمیگه این خبیثا چی میکنن. شاگرد نمیگه، عسکرا خوبه شاگرد میگه پشت دور میده یا چی میگه لیورس برش میگه. این اصطلاح را پیدا کنیم چی رقم میگه. بازویش که پس بالاش یک دفعه دستا میتر میکنه او خلاص. اگه این عاجزی را به الله میکرد یقینا جنت الله برش میداد. یک قدر حالی که شیشتا چی طور شیشتا شور خود با گوشی چشم با پیر صاحب میکنه. دوم ترجمه واقیموا وجوهکم عند کل مسجد، برابر کنی رویایتان عند کل مسجد، در هر مسجد. چی مانا؟ در هر مسجد شما رویایتان طرف قبله بکنی، یعنی برابر کنی نماز در وجه درستش در جایی که برای عبادت معین شده بخوانی. یکی ودعوه مخلصین له الدین، طلب کنی حاجتا مشکلاتایتان از کی؟ برای الله متعال. مخلصین له الدین، در حالی که خالص کرده باشه برای الله دعا کردن، طلب دعا را فقط از الله کرده باشه. یک ترجمه است. دوم ترجمه ودعوه مخلصین، طلب کنی عبادت کنی الله را، یک الله را عبادت کنی در حالی که خالص کننده باشه. له برای الله الدین، عبادت کل دین و عبادت خالص به الله کرده باشه، کسی دیگر را شریک نکنی. کما بدأکم تعودون، بله کما بدأکم تعودون، احکام الله که آدم عمل کرده میتونه انگیزه در قلبت پیدا شود که عمل احکام الله سرت آسان شود عمل کردنش. کما بدأکم، مثل که اول شما را پیدا کرده، از مادر تولد شدیم، نه لباس بود، نه عقل، نه جوانی، نه قوت، نه کشوفش، نه مال، نه دارایی، نه اولاد، نه استعداد، نه قوت فکری، هیچ چیز هم نبود. در دنیا آمدیم. الله میگه امی قسم تعودون، باز میگردی. روز قیامت همگی ما پایلوچ جانلوچ لباس دتن نمی باشه. حیبت قیامت یکی کلگی را فرا گرفته نظرم کرده نمیتونه. پس وقتی که تو حالت در پیشت میایه، چرا زمالی آمادگی نمیگیری؟ باید لباس عمل و عقیده را قطع خود یک جا داشته باشی که اونجا باز لوچ نشوی. فریقا هدا، یک جماعت الله هدایت کرده و فریقا حق علیهم الضلاله، دو جماعت است خلاص. یک جماعتی که در تقدیرش گمراهی نوشته شده، جماعت دیگه که در تقدیرش است بگه هدایت نوشته شده. الله خیر ظلم کرده کسی را که در تقدیرش نوشته کرده؟ نه، الله متعال میفهمید که اینی بنده را پیدا میکنم، امکانات میدم، استعداد، قوت، پیغمبرم روان میکنم، کتابم سر ازوم، یادم به اختیار خود رای غلط در پیش میگیره. برای الله پیش از پیش معلوم است. تقدیر مطابق علم خود نوشته کرده که در آینده برای انسان پیش میشه. انسان که رای غلط در پیش میگیره به اختیارش است. به اختیارش است. انسان الله مجبور نکرده که تو کار غلط بکن، بلکه در علم الله قبلا موجود است که اینی آدم چی کار میکنه، اما به تو معلوم نیست. از او خاطر تو دلیل برای خود گرفته نمیتونی که الله نوشته کرده. نوشته الله به تو معلوم نیست. رای خوبم نشان داده خرابم. فریقا هدا، یک جماعت هدایت کرده الله، و فریقا حق علیهم، یک جماعت دیگه ثابت شده بالایشان هم ضلالت و گمراهی، البته به اختیار خود گمراه میشه. انهم اتخذوا الشیطان، چرا گمراهی برشان نوشته شده؟ به خاطر که یا گرفتن شیطان، جور کردن شیطان اولیاء، دوستی خود یا اولیاء که تابعداری از او را میکنه، اینا دوستیشون قط شیطان است، یا او را سرپرست خود مقرر کرد من دون الله، بغیر از الله متعال. باز چی هم میکنه؟ و یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنه که ما راه یاب هستیم. عجیب است. شیطان برای خود سرپرست مقرر کرده، دستورات شیطان قدم به قدم عملی میکنه و بعد از اون گمان داره که ما چیستیم؟ راه یاب هستیم. مبتدعین میتور است. شیطان چیزی را برش مزین کرده، امور خوب به سختی عمل سرش میکنه، خبر نداره که تباه کرده خدا.
یا بنی آدم خذوا زینتکم، ای اولاد آدم علیه السلام بگیرید شما زینتکم، زینتتانه. یعنی وقتی که نماز الله، عبادت الله را میکنه، صفایی و خوبی چی را خوب، لباس خوب استعمال بکنه. عند کل مسجد، بنزد هر نماز یا در هر مسجد. و کلو بخوری و اشربو بنوشی ولا تصرفو، اسراف نکنی. انه لا يحب المسرفین، یقینا الله متعال دوست نداره کسایی که اسراف کننده است. حال شرک فعلی را الله رد میکنه. شما وقتی که عبادت الله را میکنی باید اینطور نکنی که اوهام پرستی کار بگرفته باشه، بعضی چیزها را سری خود حرام کرده باشی. فلانی نوع لباس کسی پوشیده نمیتونه. نه نه نه، لباس ها مطلقا قابل پوشش است، به شرطی که از راه حلال کمایی شده باشه، برای فخر و افتخار نباشه، مشابهت با زنان نداشته باشه، زنا با مردا مشابهت با کفار نداشته باشه. در لباس الله وضعیت خاص مقرر نکرده، ستر عورت بکنه و مشابهت با کفار نداشته باشه. وقتی عبادت الله را میکنی خضوع بگیری زینتکم، زیبایی تانه، آن چیزی که سبب زیبایی شما میشه. عند کل مسجد، بنزد هر سجده یا هر مسجد، در هر جایی که عبادت الله را میکنی باید زینت تانه بگیری. در لباس مستریا باید عبادت الله نماز نخوانی. چرا؟ به می لباس اگر میمون خانه خود بری قطعا داخل نمیشی.